خیلی متشکریم که به ما اجازه دادید بیایم اینجا و قبل از هر چیز میخوام اینو سوال بکنم که چند وقته که در این منزل با آقاتون زندگی میکنین و وصلت کردین؟ چند وقته؟ ما الان مدت 5 ساله مثل که با هم ازدواج کردیم. 5 سال در این منزل یه سال بود. شما اجازه به همین هر وقت میکروفون ناراحتیایی که تو این 5 سال ازدواج میدونی هیچ این گفتگوی ما خانم، این گفتگوی ما اصلا ربطی به گفتگوهای قبلی نداره. مصاحبه های قبلی که چند سال شروع به خواننده که اینو ما میخوایم مشکلات داخلی شما رو. چه کارهایی پرویز میکنه که شما از دستش ناراحت میشین، عصبانی میشین؟ ساعت 1 بعد از نصف شب یا 1:30 یا 2 شدت هر چه بلندتر این نوارا رو باز میکنه و سر من این بره و تازگی گوشی خریده گوشش میذاره که خودش بشینه. خب بازم مراعات کرده. نه تازگی ها از دست ما هم خود اختلاف داشتیم سر همین. این خانم عادت تهیه کنندگیش چون تهیه کننده برنامه بوده قبلا باید به این نوارا ور بره. حالا خوشا به سعادتتون که ساعت 3 بعد از شب ور میره یا ساعت 3 بعد از شب من میگم عکساتو بندازم. آخه هم چیزی ممکنه چون به عکاسی هم علاقه داره. بله به عکاسی هم علاقه داره. باز خوبه که حالا شما با خنده از این نکات یادآوری میکنید. مگه خنده داره دیگه؟ خنده دار هست ولی اون موقعی که بهتون میگه پاشو عکستو بردارم چه عکس العملی نشون میده؟ بله دیگه آدم 3 بعد از شب بیدار بشه بخواد عکس بندازه واقعا خیلی چیز ناراحت کننده. خب حبیب جون خانم همیرا شب و نصف شب زیر آواز نمیزنن تو رو کلافه کنه؟ چرا اتفاقا اینطوره. بله بنده بعد از ظهر خسته و مونده اومدم خوابیدم استراحت کلفت و نوکر همه رو وادار به سکوت میکنیم. یک وقت میبینم صدای آواز بلند شد میگم خانم چیه؟ میگم دارم تمرین میکنم. پس این به اون در خانم همیرا. بله خب ولی من به موقع میخونم. ایشون خوابیده چه موقعی داره بعد از ظهر؟ فراموش نشود که همین نیم ساعت قبل از ورود شما خانم عکس بنده انداخته. عکسش هم حاضره.